زمین دیلمان جاییست محکم، بر او در لشکری از پیل و دیلم. چوبیدانند راه کوچش ایشان، جهان از دست ایشان شد خروشان. گروهی ناود و زوری سپارند، به زخمش جوشن و خفتان گذارند. بیندازند زودی را گه تاب، چو اندازد کمانور تیر پرتاب. سپر دارند پهناور گه جنگ، چو دیواری نگاریده به صد رنگ. از آدم تا کنون شاهان بیمر، کجا بودند شاه 7 کشور. نه آن کشور به بهروزی گشادند، نه باژ خود بر آن کشور نهادند. هنوز مرز پوشیده بمانده است، بر او یک شاه کام دل نرانده است. سرزمین دیلمان با توجه به آثار باستانی و شواهد موجود از مورخین و سیاحان در گذشته‌های دور نام و نشانی بس درخشان داشته است. طبق کاوش‌های به دست آمده از آثار و بقایای باستانی، سرزمین دیلمان متعلق به دوره قبل از آخرین یخبندان است که زمان آن را 50,000 تا 150,000 سال تخمین زدند. بر اساس روایات و افسانه ها پیش از ورود آریایی ها، یعنی حدود 4,000 سال پیش، مردم این سرزمین همانند سومریان و فنیقی ها با چند نوع نگارش خطی آشنا بودند. مهر استوانه شکلی که به خط کاسی در موزه آرمیتاژ لنینگراد حفظ می شود، خود گویای عظمت این آب و خاک است. محقق به نامی چون ارنست هرتزفیلد به استناد و شواهد گوناگون معتقد است که در حدود 5,000 سال پیش دیلمان دارای تمدنی پیشرفته تر از سایر نقاط بوده است. در عصر مادها دیلمیان استقلال تام داشتند، لذا با دولت ماد جنگ ها کردند و مملکت ماد را تقریبا غارت نمودند. اون وقت با کوروش عهد و پیمان بستند و جهت فتح بابل لشکری مرکب از 20,000 پیاده و 4,000 سواره بیاری او فرستادند. یاقوت هموی در البلدان چنین میگوید: در دوره هخامنشیان آمردان اسلاف دیلمان کنونی مردمی سرکش بودند و هیچ باج و خراجی به دولت هخامنشی نمیدادند. نبودن نام دیلمان در کتیبه داریوش خود گویای این مدعاست و دیلمان نام خود را در عهد قدیم بر دره سفیدرود، مردوس
یا آمردوکس داده بودند. در داستان ویس و رامین که در اصل به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی آن را به فارسی برگردانده و منظوم ساخته است، از دلاوری های مردم دیلمان سخن میگوید و ابیات وی چند واقعیت را آشکار میسازد. یکی این که دیلمیان در هنگام کارزار به جای تیر و کمان از نیزه های کوتاه یا زوین و سپر استفاده می کردند. دوم این که دیلمیان گاه و بیگاه به سرزمین های همسایگان خیش دست اندازی می کردند تا حدی که شاپور اول ساسانی شهر قزوین را برای مقابله با تجاوز دیلمیان بنیان نهاد و در عهد شاپور اول ساسانی بود که دیلمیان در ریگ شاهرود و علموت را تسخیر کردند تا آنجا زوبین و سپر دیلمیان شهره آفاق می گردد که خاقانی شیروانی چنین می سراید: زوبینت ز نرگس سپر از نسرین است، پیرایه دیلم سپر و زوبین است. عظمت و سترگی مردان دیلم و موی مجعد آنان تحسین و تعجب خاقانی را برانگیخت و سرود: روی دیلم دیدم از غم، موی زوبین شد مرا، همچون موی دیلم اندر هم شکست اعضای من. نخستین باری که دیلمیان با تازیان روبرو شدند در میدان کارزار بود. دولت ساسانیان با وجود قدرت شگرف ظاهری در برابر تازیان از پای درآمد و یزدگرد سوم به خراسان گریخت. دیلمیان در صدد دفاع از سرزمین خود برآمدند و با مردم ریگ و آذربایجان متحد شدند و به جنگ مهاجمان رفتند. فرمانده سپاه متحد موتای دیلمی بود که در واجرود میان قزوین و همدان با لشکر عرب به فرماندهی نعیم ابن مقرن پیکار سختی کرد و موتا کشته شد و لشکرهای متحد چون فرمانده خود را از دست داده بودند هر یک راه دیار خیش پیش گرفتند و پراکنده شدند. دیلمیان مردمی بسیار دلاور و بیباک بودند و تا قبل از اینکه اسلام را بپذیرند جزء خطرناکترین دشمنان مسلمانان به شمار می رفتند. دیلم پیش مسلمین به معنی مجازی چند معمول بوده است. از یک طرف چون دیلمیان تا مدتها اسلام نیاوردند و به ثغور اسلامی می تاختند و موجب زحمت کلی بودند، دیلم در زبان عربی معنی دشمن را پیدا کرد و چنان که گفتند و دیلمون من دیالمه. حجاج ابن یوسف ثقفی در اواخر سده اول قرن هجری پیامی به دیلمان گسیل داشت و نمایندگانش با نشان دادن نقشه کوههای البرز به دیلمیان گفتند اگر از راه اطاعت درآیید با شما به مردانگی رفتار خواهد شد
و اگر تمرد کنید با توجه به داشتن نقشه راه‌ها و گذرگاه‌ها به شما حمله خواهیم کرد. سردار دیلمی در جواب حجاج گفت: درست است که تو راه‌ها و بیشه‌های ما را می‌شناسی، ولی مردان جنبرکف و دلاورانی که در پشت تخت سنگ‌ها و تنه درختان پنهان شده‌اند نمی‌بینی. حجاج از این گفته خرسند نگشت و لشکری جرار به دیلمان گسیل داشت، لیکن سپاهیانش شکست سختی خوردند و با دادن تلفات زیاد به قزوین عقب نشینی کردند. سرزمین دیلمان با توجه به استراتژیکی بودن آن در زمان خود طبیعتاً دارای دژها و قله‌کوتی‌های متعددی بوده است که امروزه جز خرابه‌ای بر جای نمانده است. کوتی در لغت دیلمی به معنی تپه است. این قله‌کوتی‌ها معمولاً کنار رودخانه‌های پرآب یا نزدیک چشمه ساران بوده و از چشمه‌هایی که دور بودند با بوشینه‌های سفالی آب را بدین قله‌کوتی‌ها می آوردند. ولی دژها بر قلل سنگی منفرد که معمولاً در یک طرف آن پرتگاه و در طرف دیگر آن بند است بنا می ساختند و دژ مستحکمتر از قله‌کوتی‌ها برای دفاع آماده تر بود. قلعه عین شیخ است که در جنوب شرقی دیلمان قرار دارد و در زمان خود با توجه به آثار و امکانات رفاهی ساکنان داخل قلعه از جمله آبرسانی بر فراز دژ توسط پوشینه‌های سفالین، حمام و حوضچه‌های متعدد یکی از مستحکمترین دژهای زمان خود به شمار می رفته است و اهالی طبق آثار و اشیاء یافته شده زمان آن را به دوره هخامنشیان نسبت می دهند.
این دژ نیز که در جنوب غربی دیلمان واقع شده است همانند دژ عین شیخ در زمان خود منحصر به فرد بوده است که در یک طرف آن بند و در طرف دیگر آن پرتگاه می باشد. در قرون اولیه اسلامی کلاه و زوبین دیلمی شهرتی به سزا داشته است و از این میان زوبین دیلمی را در عربی مزراق می گفتند، چنان که موعظی گوید ز خامه تو عطارد همی سرافرازد چنان کجا عرب از رم و دیلم از مزراق. سرزمین دیلمان مهد دلاوران نامی و بزرگان روزگاری چون وهرز دیلمی است، کسی که بزرگترین سردار دیلمی است. به روایتی کمانی داشته که هیچ کس را یارای زه کردن آن نبود و در جنگ با یمن یکی از زادگان ابرهه را به درک واصل کرده است. سالار دیلمی کسی که شاگرد نامی شیخ مفید علم الهدی سید مرتضی بوده است و همینطور یوحنای دیلمی که از بزرگان نامی دنیا و افتخار سرزمین دیلمان. نام پدرش اسیدای دیلمی که حدود 600 سال قبل از اسلام در دیلمان میزیسته است. یوحنا از شاگردان عیسی ابن مریم و از حواریون آن حضرت بوده و مقام وی اونقدر متعالی است که یکی از اناجیل به او منسوب است و بزرگان دیگری چون یحیی بن زیاد دیلمی، مهیار دیلمی، فیروز دیلمی و دهها بزرگان و نامداران دیگر. ابن هوغل که در زمان سامانیان میزیسته است در کتاب معروف خود سورة الارض چنین میگوید: ناحیه دیلم شامل سهل و جبل است. سهل همانند جلگه است که در زیر کوههای دیلم گسترده شده است و دیلمان شامل سرزمینی است که از جنوب تا قزوین و تارم و قسمتی از آذربایجان، از شرق تا طبرستان و دیگر نواحی ری و از مغرب تا قسمتی دیگر از آذربایجان و بلاد آران که امروز قسمتی از قفقاز است و از شمال به دریای خزر متصل و محدود است. در احسن التقاسیم مقدسی نیز چنین آمده است: دیلمان دارای 5 شهرستان می باشد و وسعت اراضی از جانب خراسان یا مشرق قومس حدود دامغان، سپس گرگان، گنبد قابوس و نواحی آن طبرستان و دریای کاسپیان محدود است. بر سر راه شهرستان سیاکل به دیلمان کنار جاده بر ساحل راست رودخانه شیمرود در روستای بالارود کاروانسرای تیتی قرار دارد. این کاروانسرای قدیمی از سنگ رودخانه و آجر و گچ بنا شده است. بانی این بنا به گفته اهالی عمه شاه عباس به نام تیتی بوده است و امروز هیچ کاربرد کاروانی ندارد. دیوارهای خارجی به قطر 80 سانتی متر و تا ارتفاع 141 سانتی متر از سنگ رودخانه با ملات گچ ساخته شده است. باقی دیوارها از آجر و گچ چیده شده است. ابعاد آجرهای به کار رفته در این بنا 20 در 20 به قطر 4.5 سانتی متر می باشد. تیتی در لهجه دیلمی و گیلکی به معنای شکوفه است.
حاکمان و پادشاهانی که بر سرزمین دیلمان حکم روایی داشتند آل وحسودان است که عبارت از مرزبان پسر جستان که در سفر هارون رشید به ری خداوند ری و امیری مستقل بود که حتی هارون توقع باجگذاری را از وی نداشت. وحسودان ابن مرزبان، جستان ابن وحسودان، علی ابن وحسودان، خسرو فیروز ابن وحسودان، مهدی ابن خسرو فیروز. از سال 210 تا 450 هجری قمری سلسله جستانیان بر خاک دیلمان حکم روایی داشتند. سلاطین این سلسله کم کم به زیر لوای اسماعیلیان در آمدند و پس از سقوط مرکز اسماعیلیان یعنی قلعه علموت سرزمین دیلمان حکم روایان زیادی پیدا کرد و در سال 770 هجری قمری در حقیقت سلطان دیلمان کیا سیف الدین کوشیج اسماعیلی بود که در این مکان مرجگولی یا مرجانگولی اقامت داشت و 9 سال پس از این تاریخ به دست سربازان سید علی کیا حاکم لاهیجان کشته شد. پس از او یکی دیگر از امیران کوشیج در سال 819 هجری قمری فرمان روای دیلمان شد و در همین موقع کیا مسعود کیا و کیا جهانشاه کوشیج حکمرانان خرگان بودند و در سال 820 هجری قمری سلطان بیپیش دیلمان را به قلمرو خود افزودند. سرزمین دیلمان در ادوار گذشته یعنی در عصر ما از حکم روایی کوروش تا داریوش سوم و از اشک اول تا اردوان پنجم و همینطور در زمان اردشیر بابکان تا یزدگرد سوم در عهد ساسانیان دارای تمدنی غنی و جمعیتی بسیار بوده است. هر بیننده‌ای با دیدن قبرستان‌های باستانی به جمعیت کثیر دیلمان در ایران باستان پی خواهد برد. با توجه به فرهنگ غنی خصوصا فرهنگ کشاورزی در دیلمان عهد قدیم جهت جلوگیری از به هدر رفتن زمین زراعی قبرها را در 3 الی 4 طبقه طراحی می‌کردند. صنعت شیشه‌گری و تثبیت رنگ بر شیشه یکی دیگر از نشانه‌های تمدن در دیلمان باستان است. سید ظهیرالدین از مورخان به نام از زلزله روز یکشنبه 30 شعبان موافق 28 آذر ماه قدیم سال 889 یاد می کند و درباره زلزله آن سال چنین می گوید: در دیلمان بسیار عمارات کهنه بیفتادند، اما اهالی را خیر بود. از غلل جبال سنگ‌های عظیم بغلتید و بسیار مواشی را به هلاکت رسانید که نظیر آن زلزله در خرداد ماه سال 1369 هجری شمسی تحکامی بسیار به بار آورد.
زمان امروز بر خرابه های دیلمان باستان بنا شده است و بعضی از مردم جهت ساخت و ساز خانه مقداری از اشیاء زمان باستان را مشاهده می کنند. مقدسی در وصف حال دیلمیان چنین می گوید: دیلمیان بزرگان خود را احترام می گذارند و با ضعیفان مهربانند و در فقه و حدیث مقام بلندی دارند. بنابر شواهد تاریخی مسلم است که مردم دیلمان پس از فتح ایران توسط اعراب و انقراض سلسله ساسانیان تصمیم داشتند تا به نحوی استقلال ایران را دوباره به دست آورند و در برانداختن خلفا کوشش‌های زیادی نمودند. دیلمیان در راه منظور خود که همانا به دست آوردن استقلال ایران بود سرسختی‌های زیادی نشان دادند و چون آل علی علیه السلام پس از روی کار آمدن خلفای عباسی همواره در حال مبارزه بودند، دیلمیان با راه و پناه دادن به آنان خواستند به هر کیفیت خلفا را براندازند و مظلوم را یاری دهند. همین امر سرانجام باعث گرویدن دیلمیان به دین اسلام شد. عده‌ای از ساکنان دیلمان به دست حسن ابن زید به مسلمانی گراییدند. ناصر الحق ابو محمد حسن ابن علی نیز مجوسیان و بت پرستان دیلمان را به دین اسلام دعوت کرد. عده‌ای زیادی دعوت او را پذیرفتند و عده‌ای نیز در حفظ آیین مذهبی خویش کوشیدند. دماغ اسمت سر شود زبوی محمد نصیب لطف خدا می‌وزد ز کوی محمد جهان ز شام از زانیانه گلان که نغمه های خدا بود در گلوی محمد گل سعادت ما را زاب دید برآورد که رستگاری ما بود و آرزوی محمد. پس از اینها علویان و کسانی که دعوت می کردند از اولاد علی علیه السلام هستند که به دیلمان آمدند و دیلمیان نیز بیاری ایشان برخواستند. از آن جایی که آل علی علیه السلام در دیلمان از مقام والایی برخوردار شدند، از سلاله های اون حضرت در این سرزمین به ارشاد و زندگی مشغول شدند و از سرانجام مقبره هایشان نیز امروز زیارتگاه همه دوستان اهل بیت عصمت و طهارت می باشد. اینجا بقعه آقا سید احمد فرزند امام موسی کاظم علیه السلام است که در بخش مرکزی دیلمان قرار دارد. بنای اصلی بقعه به شکل مربع بوده که از 4 سوی مشرف به ایوان می باشد. در سالهای 1364 توسط اهالی بخش دیلمان ساختمان امامزاده بازسازی و از قالب چوبی و سرستونهای لاشه لنگری بیرون آمده و به بنای آجوری تبدیل شده است. اخبار زیادی از کرامات و اعجاز امامزاده از اهالی نقل گردیده، از آن جمله شخص بدکاری را که قصد سوی داشته مسخ نموده که نیمی مار و نیم دیگر انسان دیده می شود. به همین دلیل امروز امامزاده را به ماربگت بزرگوار می دارند. اینجا بقعه متبرکه امامزاده قاسم
و امامزاده حمزه پسران امام موسی کاظم علیه السلام است که در دهکده کوپس در شمال شرقی بخش دیلمان قرار دارد. این بنای امامزادگان دارای نقاشی‌های مذهبی بودند که امروز هیچ اثری از آن همه هنروری یافت نمی شود. اینجا مدفن قادر پیغمبر در دهکده بابا ولی در 3 کیلومتری جنوب بخش دیلمان است. بنای اصلی بقعه اتاقی است که طول و عرض داخلی آن 560 در 580 سانتی متر جلوی ضلع شمالی و شرقی ایوانی است. این امامزاده را نیز همانند امامزادگان کوپس با مصالح امروزی مرمت و نوسازی نمودند و اینجا نیز از شمایل‌های دیواری جنگ حضرت قاسم با ازرق شامی، آمدن حضرت سیدالشهدا بر سر نعش علی اکبر، ضامن آهو، معراج رسول اکرم، حارس و 2 طفلان مسلم نمای یافت نمی شود. امامزاده محمد و امامزاده هادی پسران امام زین العابدین علیه السلام معروف به شاه شهیدان نزدیک دهکده شاه شهیدان دیلمان. بنای این امامزاده را در سال 1364 جهت ساخت و ساز تخریب و با مصالح سیمان و گچ به سبک امروزی بازسازی نمودند و دیگر از نقاشی‌های مذهبی که بر در و دیوار از قبیل حضرت امام رضا علیه السلام و انگور زهرآلود، زهر دادن موسی بن جعفر در زندان، ضربت خوردن حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام اثری دیده نمی شود. اینجا بقعه ملا حیدر در بخش مرکزی دیلمان است. این امامزاده بنای چوبین است که در یک طرف آن ایوان می باشد. ستونهای این ایوان 4 سو دارای سرستون است و از جایی که نام عالم یا معلم داشته کودکان از دنیا رفته را در کنار مرقد آن بزرگوار دفن می نمایند و به یک آرامش روحی دست می یابند. اینجا مسجد جامع دیلمان بود که در سال 1370 بر اثر آتش سوزی تخریب شد و به جای آن حسینیه کوچکی ساختند که میدانگاه بازار است. رابینو در کتاب گیلان درباره مسجد دیلمان چنین می نویسد: مصالح اصلی بنا آجرهای کهنه و قدیمی است که از اطراف و نقاط مختلف دیلمان از زیر خاک بیرون آمده است. ظاهراً این آجرها مربوط به کاخهای سلاطین کیایی بوده که در دیلمان برپا کرده بودند. مقداری از این آجرها را از پشت مسجد بیرون آورده و مربوط به کاخ سید رکابزنکیا بوده است، چون بر پاره از آجرها عبارت امارت رکابزنکیا حک شده بود. اینجا سنگدنگ است که در اراضی و کشتزارهای دهکده نوروز محله دیلمان قرار دارد. در این اراضی سنگهای نتراشیده و طبیعی است که تقریباً به طول 80 و عرض و ارتفاع 50 سانتی متر است. وسط این سنگها گودالی نیمکره شکل کندند. قطر دایره یکی از گودالها 31 و عمق آن 17 سانتی متر می باشد. اهالی نوروز محله میگویند که این سنگهای دنگ برنجکوبی است. به همین مناسبت خرابه های این منطقه را که آثار فراوان دارد به این نام میخوانند. نظیر این گودال در سنگ به صورت مخروط ناقص که قاعده آن در بالاست
در سر پل ذهاب و منطقه ریجاب کرمانشاه و نزدیک غار چشمه سهراب زیاد دیده می شود که تماماً آتشدان می باشند. با توجه به وضع منطقه و آثار مشهود در اطراف این گودال، ظن قوی می رود که آتشدان باشد، نه سنگ دنگ. اینجا بقایای حمام مرجکولی یا مرجانگولی است که در 4 کیلومتری بخش مرکزی دیلمان قرار دارد. از جایی که مقر حکومت کیا سیف الدین کوشیج اسماعیلی در این مکان بود، ظن قوی می رود که در همان زمان ساخته شده باشد. آثار حمام و سنگ فرشی که امروز بر اثر رانش زمین ترکیب خود را از دست داده است به وضوح نمایان است. به این سنگ فرش تا سنگ دنگ که در 3 کیلومتری جنوب شرقی اینجا قرار دارد کشیده شده است. به گفته اهالی، خانومی 150 بار از آجرهای این مکان را جهت ساختمان سازی به اسپیلی برده است. این حمام یکی از حمام‌های قدیمی دیلمان است که از زیر خاک بیرون آوردند. پس از تعمیرات و مرمت، حمام با 3 پله از سطح زمین به رختکن می‌رود. سطح رختکن 4.5 در 5 متر و حوض کوچکی که برای شستن پا و یک در ورودی به حمام دارد. صحن حمام 8 ضلعی است، 4 ضلع آن بزرگ و 4 ضلع دیگر کوچک است که یکی در میان قرار دارد. در یکی از اضلاع بزرگ خزینه آب گرم و 3 شاهنشین در 3 ضلع بزرگ دیگر آن است. در یکی از اضلاع کوچک دری به گرم درون است که روی تون ساخته شده و گرمترین قسمت حمام است. در ضلع کوچک دیگری دری است که به خزینه آب سرد می رود و در صحن این قسمت تختگاه بزرگی ساختند و در ضلع کوچک سوم دری است که به دستشویی می رود. شالوده بنا از سنگ و دیوارها از آجر است. ابعاد این آجرها 21.5 در 21.5 به قطر 4.4 سانتی متر است. این حمام تا چند سال قبل مورد استفاده اهالی قرار گرفته بود که بر اثر زلزله سال 1369 تخریب کلی گردید. آب مصرفی دیلمان و باستان از قدیمی ترین ایام با همین بوشینه های سفالین
که به طول 34 سانتی متر و قطر دایره طرف گشاد آن 13 و طرف تنگ آن 9 سانتی متر است، از اطراف مانند سیاهانی که در 5 کیلومتری شمال دیلمان قرار دارد به دیلمان آورده بودند. علاوه بر لوله کشی با پوشینه های سفالین، دهکده دیلمان دارای اگوهای متعددی بوده که امروز زیر خربارها خاک مدفون شده است. در روزگاران قدیم، خصوصا قرنهای 4 و 5 هجری قمری، یعنی در زمان فرمانروایی آل بویه، گیلان جزئی از دیلمان محسوب میشد. ولی امروز هنگامی که از دل جنگل‌های سرسبز و انبوه و از کنار رودخانه‌هایی که آوازخوان در امتداد رویش بودن به طرف ارتفاعات جنوب شرقی شهرستان سیاکل گذر کنیم، کوهی بلند را جلوی چشمانمان مشاهده می‌کنیم که ارتفاع آن بالغ بر 2800 متر از سطح دریا می باشد و موسوم به ماکلاش است. به گفته ساکنان منطقه، کوهی که ماه را می خاراند و شاهد تک درختی که به منگلدار معروف است هستیم که غربت و تنهایی بخش کوچکی که در عمیق‌ترین نقطه این سرزمین آرمیده است و بسی رازهای ناگفته را در درون خود نهفته دارد نظاره‌گر است. همان سرزمینی که روداری سیطره آن بر تمامی گیلان سایه افکنده بود و امروز محدود به نقطه خاص گردیده. دیلمان در گذر زمان فراز و فرودهای چشمگیری داشته است. دیلمان امروز با وسعتی به مساحت 624 کیلومتر مربع است که جمعیتی بالغ بر 17157 نفر در آن زندگی می کنند و روز به روز جمعیت آن رو به تنزل است، زیرا عدم قطب اشتغال نظیر کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی باعث مهاجرت جوانان کارآمد و جویای کار جهت امرار معاش به شهرها می شود و جمعیتی که مجبور به زندگی در بخش دیلمان هستند با مشکلات بیکاری و درآمد دست به گریبانند. شغل اصلی ساکنان این سرزمین کشاورزی به صورت دیم و دامداری به طریقه سنتی است. 16,000 هکتار زمین را کشاورزان به صورت دیم کشت زر می نمایند و همه آرزوهایشان به همین گندم و جو و عدس می باشد.
صنایع دستی که در این منطقه رایج است از جمله میتوان ریسندگی و بافندگی را نام برد که زنان و دختران غیور با صبر و حوصله وصف ناپذیری که خاص مردم این سرزمین است انواع جوراب‌ها و لباس‌های پشمی را به طریقه سنتی می‌بافند و با نازل‌ترین قیمت به بازار عرضه می‌دارند. خانه‌های دیلمان اغلب زگالی است که با چوب ساخته می شود و در مقابل زلزله مقاومت بسزایی دارد. دیلمان تا قبل از سالهای 1374 فاقد برق منطقه‌ای بوده است. از آن تاریخ به بعد برق رسانی به این منطقه صورت گرفت و راه ارتباطی سیاکل به دیلمان نیز در سال 1375 آسفالت گردید. دیلمان دارای جاذبه‌های توریستی با چشماندازهای زیبا و دلنشین است که هر بیننده ای را در اولین نگاه مجذوب شگفتی‌های خود می‌کند. زیرا با داشتن ابریه تاریخی از یک طرف و دارا بودن آب و هوای پاک و فرح بخش از طرف دیگر، هر ساله پذیرای مهمانان زیادی از اقصا نقاط کشورمان و حتی از کشورهای چون ژاپن، آلمان و اتریش می باشد که به عشق و آوازه نام دیلمان که در کتب تاریخی آمده است به این سرزمین سفر می کنند و بر عظمت و شکوه پیشین آن درود می فرستند.